سلام به همه فوتبالی ها و اطرافی های گل. امیدوارم حالتون خوب باشه رفقا و شاد و پر انرژی باشین. خوش اومدین به کانال خودتان فوتبالی نیوز. حالا چه خبر از فوتبال؟ پس از یک هفته دوباره لالیگا آغاز خواهد شد. این هفته قرار است هفته 29 لالیگا شروع شود. در این هفته وایادولید میهمان رئال سوسییداد خواهد بود. اسپانیول مقابل اتلتیکو مادرید قرار خواهد گرفت. آلاوز از رای وایکانو پذیرایی خواهد کرد. رئال مادرید میزبان لگانس است. خطافه با ویارئال روبرو خواهد شد. بارسلونا میزبان خیوناست. اتلتیک بیلبائو مقابل اوساسونا قرار میگیرد. والنسیا با مایورکا مساف خواهد. رئال بتیس تیم پلگرینی میزبان سویاست و سلتا ویگو مقابل لاس پالماس قرار خواهد گرفت. خستگی‌های فیفاده به ضرر بارسلونا. دنی اولمو مصدوم شد. طبق بیانیه رسمی باشگاه بارسلونا، آزمایش‌هایی که روی دنی اولمو صورت گرفته است، بازیکن اول این تیم از مصدومیت در عضله پای راست رنج می‌برد. بنابراین انتظار می‌رود که او حدود 3 هفته از میادین دور باشد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دنی اولمو بازی‌های 3 هفته آینده بارسلونا را از دست خواهد داد. بازی‌هایی که برای بارسلونا از اهمیت خاصی برخوردار هستند. به دلیلی که بارسلونا برای 3 عنوان قهرمانی لالیگا، چمپیونز لیگ و کوپا دل ری با حریفان رقابت خواهند کرد. بازی‌هایی که دنی اولمو از دست خواهد داد: بازی بارسلونا مقابل خیرونا در 30 مارچ، بازی اتلتیکو مادرید مقابل بارسلونا در کوپا دل ری در 2 اپریل، بازی رئال بتیس بارسلونا در لالیگا در 5 اپریل، بازی دوره رفت لیگ قهرمانان اروپا مقابل دورتموند در 9 اپریل، بازی لالیگا لگانس بارسلونا در 12 اپریل و بازی برگشت لیگ قهرمانان اروپا در 15 اپریل که مقابل دورتموند برگزار خواهد شد. کارلو آنجلوتی محکوم به اتهام فرار مالیاتی. محاکمه‌ای در راه است. سرمربی رئال مادرید کارلو آنجلوتی به اتهام 2 فقره فرار مالیاتی 2 آپریل در دادگاه حاضر خواهد شد. جلسه دادگاه در ساعت 10 صبح به وقت محلی مادرید در دادستانی این شهر برگزار می شود. و گفته دادستانی، آنجلوتی درآمد حاصل از حق تصویر خود را پنهان و ادعا کرده که آن را به نهادهای دیگری منتقل کرده است. دادستانی این اقدام این سرمربی مشهور جهان را اقدام به یک معامله ساختگی می‌داند. دادستانی برای آنجلوتی به اتهام فرار مالیاتی درخواست 4 سال و 9 ماه زندان و دفتر وکالت دولت اسپانیا درخواست 5 سال زندان کرده است. این اتهام فقط علیه آنجلوتی است و رئال مادرید در این پرونده متهم نیست. حضور آنجلوتی در دادگاه نشان می‌دهد که او با دادستانی به توافق نرسیده است. معمولاً در این موارد متهم با دادستانی به توافق می‌رسد، اتهام خود را می‌پذیرد و جریمه سنگینی پرداخت می‌کند تا از حکم زندانی شدن که معمولاً به زندان منجر نمی‌شود جلوگیری کند. بنابراین اگر پرونده به دادگاه برسد، آنجلوتی با خطر زندان مواجه است. او اولین کسی نیست که با دادستانی روبرو می‌شود. معروف‌ترین مورد ژاوی آلونسو بود که تمام مراحل قضایی را طی کرد تا تبرئه شد. با این حال آنجلوتی هنوز فرصت دارد با دادستانی به توافق برسد و روند دادگاه را متوقف کند. چنانچه قرار است این هفته 29 لالیگا شروع شود و اتلتیکو مقابل اسپانیول قرار بگیرد. دیگو سیمونه سرمربی اتلتیکو مادرید در کنفرانس خبری این دیدار دوباره تاکید بر این کرد که آنها به صورت ناعادلانه از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا حذف شدند. او در این نشست کنفرانس خبری افزود: ما مقابل رئال مادرید به پیروزی رسیدیم و بعد ضربات پنالتی از راه رسید. فکر نمی‌کنم آن نتیجه عادلانه باشد. پس از حذف چند روز اول خیلی سختی کشیدیم و به من ضربه روحی بدی وارد شده بود. و باز هم تاکید می‌کنم فکر نمی‌کنم هنوز هم این نتیجه عادلانه باشد، زیرا ما تلاشمان را کردیم و تمام توانمان را برای آن مسابقه گذاشته بودیم. ما مقابل بارسلونا نیز زیاد تلاش کردیم و بعد توانایی‌های حریف توانست ما را زمینگیر کند و نتیجه 4-2 شد. اما حالا برگشتیم. برای افزایش انرژی به آرژانتین رفته بودم، به جایی که بزرگ شدم و حالا شرایط روحی خوبی دارم. بنابراین نتایج مسابقات قبلی بر نمیگردد و ما باید به مسابقه پیشرو که مقابل اسپانیول داریم فکر کنیم. تییگو کوردوبا غایب رئال مادرید. چنانچه که قرار است رئال مادرید در هفته 29 لالیگا مقابل لگانس قرار بگیرد، فهرست 20 نفره این تیم از سوی آنجلوتی اعلام شد که تییگو کوردوبا دروازه‌بان رئال مادرید در این لیست حضور ندارد، زیرا به دلیل مصدومیت این بازی را از دست داده است.
کورتوا که بعد از 2 سال بار دیگر فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی کشورش را پیدا کرده بود، در بازی رفت بلژیک مقابل اوکراین بدون مشکل در ترکیب اصلی شیاطین سرخ قرار گرفت، اما دیدار برگشت را به علت آنچه آسیب دیدگی عضلانی عنوان شد از دست داد و حالا دیدار حساس تیم رئال مادرید مقابل لگانس را نیز به همین علت از دست داده است. گفتنی است کورتوا در فصل جاری رقابت‌های لالیگا در 24 بازی با پیراهن رئال مادرید به میدان رفته و موفق به ثبت 8 کلین شیت شده است.